دنا سوارا 207 جدیدا و تارا سوارا. یه قطعه رو گیربکستونه به نام خنک‌کن گیربکس که این ورود و خروج آب و ورود و خروج روغن گیربکسه که میاد داخل این قسمت، خنک میشه و روغن برمیگرده داخل گیربکس. حالا آقا مفتی در تشریف یاد کنین. این قطعه خنک‌کنیه که الان ما بستیم روی ماشین، 3 تا پیچ داره، با تی 45 باز میشه، ورود و خروج آب، روغن هم از پشته. این قسمت هم آبه که روغن گیربکس خنک بشه. حالا این کارکرد داره و عمر داره، هر 60-70 هزار تا حتما اینو عوض کنید، چون تعمیر گیربکس دنا یه چی بالای 100 تومن هزینه شه. با 5-6 تومن نهایتا یه خنک‌کن عوض میکنید تا 50-60 هزار تا راحت برای تو کار میکنه. بعد داخل رادیاتون هم آب نریزین، یا ضد یخ استاندارد بریزین یا کولانت بریزین تا عمر این هم بالاتر بره. در خدمتتون هستیم.